خانم صدقیان، اگه دخترم ازم بپرسه چرا سر گوسفندو میبرن، چه جوابی باید بهش بدم؟ چه سوال خوبی پرسیدین. اتفاقا چون به عید قربان نزدیکیم و خیلیان توی این روز عادت دارن که حالا گوسفند قربونی کنن و گوشتش رو بین دیگران توزیع کنن، فکر میکنم که خوبه پدر مادرها جواب این 3 سوالی که الان میخوام بگم و بدونن. حالا بعضی هستن که کلا با کشته شدن حیوانات مخالفن، اونا خب تکلیفشون روشنه و ما هم به نظرشون کاملا احترام میذاریم. ولی بعضیه که اعتقاد دارن به قربونی دادن و مشکلی با خوردن گوشت حیوانات حلال گوشت ندارن و اینا، اینجا ممکنه 3 سوال همیشه براشون پیش بیاد و یعنی در واقع 3 اتفاق همیشه پیش بیاد که نگرانشون کنه. این 3 سوال چیه؟ من این 3 سوال رو الان بهتون میگم، جوابش هم بهتون میگم. فقط در آخر یه نکته‌ای وجود داره که حتما تا آخر ویدیو همراه باشید تا اون نکته هم حتما گوش بدید. اگه فرزندمون ازمون بپرسه چرا ما گوسفندا رو قربونی میکنیم، اصلا چرا باید گوسفندو بکشیم، این سوال جوابش 2 حالت داره. اگه فرزندت زیر 7 سال بود یه جوری باید بهش جواب بدی متناسب با درکش، اگه بالای 7 سال بود باز یه جوری دیگه باید جواب بدی. اگه بالای 7 سال بود حقیقت کامل رو بهش میگیم که ما یه پیامبری داشتیم به نام حضرت ابراهیم، ایشون مورد امتحان الهی قرار گرفت و میخواست عزیزترین و با ارزشترین داراییش رو که فرزندش بود این رو قربانی کنه و حالا خدا وقتی که دید ایشون توی امتحان سربلند و پیروز بود براش یه گوسفند میفرسته، ایشون این گوسفند رو قربانی میکنه به جای فرزندش و حالا گوشتش رو توزیع میکنه بین نیازمندا و اینا. و ما هم برای اینکه این یاد و خاطر ایشون رو زنده کنیم ما هم همین کار ایشون رو تکرار میکنیم و گوسفند قربانی میکنیم هر سال، گوشتش رو بین نیازمندا توزیع میکنیم. یک کار هم انسان دوستانه است هم خداپسندانه است و یه جورایی هم یه اطاعتی از پروردگاره. حالا اگر فرزندت پایین 7 سال بود سنش، دیگه لازم نیست حالا داستان حضرت اسماعیل رو هم بگیم، همین قدر کافیه که بدونه یه پیامبری بوده به نام حضرت ابراهیم، ایشون یه گوسفندی رو قربانی میکنن هر سال و گوشتش رو بین نیازمندا توزیع میکنه. ما هم همین کار رو انجام میدیم و یه کار خداپسندانه است چون خدا کمک کردن به دیگران رو دوست داره و همینقدر کافیه که بدونه. حالا سوال دوم اینه که آیا کودک ما اصلا میتونه کشته شدن حیوانات رو ببینه، اشکالی نداره، یا اینکه نه اصلا نباید ببینه؟ ببین تو جواب این سوال باید بگم که حتی مایی که سنمونم بالاست، بزرگسال هستیم، بهتر اصلا همچین صحنه‌هایی رو نبینیم، چون تکرار دیدن اینجور صحنه‌ها باعث میشه که برای ما خیلی عادی سازی بشه و خب تاثیر خیلی منفی روی ذهنمون میذاره. اما یه زمانی هست یه کودک خب خیلی کنجکاوی میکنه، یه چیزی شنیده، یه چیزی فهمیده، حالا دوست داره بره ببینه. اگه کودکت پایین 12 سال بود به هیچ عنوان بهش اجازه نده ببینه. یعنی حالا به هر شکلی که میتونی سعی کن سرگرمش کنی یا یه کاری کنی که اصلا همچین صحنه‌ای رو نبینه، چون که بچه زیر 12 سال خب این قدرت تشخیص و این درک رو نداره که یه کاری تو یه زمانی با یه شرایطی ممکنه درست باشه و همون کار تو یه زمانی دیگه و تو یه شرایط دیگه ممکنه غلط باشه. یه کودکی زیر 12 سال نمیتونه اینو تشخیص بده و باعث میشه که فکر کنه ما داریم علیه حالا حیوانات یا حالا اون شخصی که داره اون حیوان رو ذبح میکنه داره علیه حیوانات یه حالت خشونتی رو به کار میبره و این باعث میشه که احساس امنیت کودکت هم بیاد پایین. اما یه موقع کودک بالای 12 ساله کنجکاو شده و میخواد ببینه، دیگه خیلی نمیخواد مانعش بشی، اشکالی نداره، بذار 1-2 بار ببینه این موضوع، در طول زندگی 1-2 بار دیدنش مسئله ایجاد نمیکنه، ولی قبلش حتما بهش توضیح بدین که به این حیوان آب داده میشه، غذا داده میشه و اون مثلا بسملی که در گوش خونده میشه این خودش حیوان رو در حالت تسلیم قرار میده و شرایط کشتنش هم به طوریه که با کمترین درد این کار انجام میشه که کودک فکر نکنه که حالا این کاری که داره انجام میشه یه جور حیوان ستیزیه یا یه جور مثلا اذیت کردن و آزار رسوندن به حیوانات هسته. سوال سوم،
حالا ما کار قربونی رو انجام دادیم، تموم شده، گوشتا توزیع شده و گوشتشو پختیم آوردیم سر سفره. بچه‌م متوجه شده که گوشت قربونیه و میگه من نمیخوام گوشت قربونی بخورم. چیکار کنم؟ اول اینجا میایم با بچه‌مون همدلی میکنیم. باید احساسش رو درک کنیم. اون یه بچه است، یه مثلا یه حیوان، حالا میدونه که کشته شده و ناراحتی به خاطر این موضوع، نمیخواد بخوره. هیچ اشکالی نداره. اول باشه کم همدلی میکنیم، بعد بهش توضیح میدیم که این موضوع هیچ اشکالی نداره، هیچ چیز بدی نیست و اینکه فواید خوردن گوشت گوسفند رو براش میگیم، فواید خوردن گوشت بقیه حیوانات و تاثیرشون توی رشدش، اینا رو همه رو براش میگیم. ولی باز هم اگه دیدیم نه اصلا قانع نشد و واقعا دوست نداره گوشت قربونی رو بخوره، به هیچ عنوان پافشاری نمیکنیم و اصلا چیز نمیکنیم، اصرار نمیکنیم بهش و سعی میکنیم اینجا خب درک کنیم واقعا بچه ها رو دیگه. حالا چه زیر 12 سال باشه، چه زیر 7 سال باشه، چه بالای این سن باشه، یه مواقعی پیش میاد که آدم نمیتونه، واقعا میلش نمیره به همچین چیزی. سعی کنیم اینجا بچه ها رو بیشتر درک کنیم و به هیچ عنوان مجبورشون نکنیم که بخورن، حالا چه به بهونه مفید بودن چه به هر دلیلی. هیچ جوره اصلا سعی نکنیم که یه کاری کنیم بچه حتما این گوشت رو بخوره. و نکته آخر این که اگر شما یه پدر و مادر مذهبی هستید و فکر میکنید که بچه‌تون با دیدن یا ندیدن خون و قربانی و این جور چیزا ممکنه علاقه‌شو به دین و مذهب از دست بده، این به نظرم فکر اشتباهیه. اینکه شما چطور مسائل رو برای بچه‌تون توضیح میدید، اینکه خودتون چقدر نسبت به این مسائل آگاهی دارید و آگاهانه متناسب با سنش، متناسب با درکش این مسائل رو برای بچه‌تون توضیح میدید، اینه که در واقع علاقه فرزندتون به دین و مذهب رو میتونه تحت تاثیر قرار بده. اگه دوست دارید با فرزندتون ارتباط بهتری داشته باشید و به سوالایی که توی ذهنشون پیش میاد با آگاهی بهتری جواب بدید، حتما ویدیوهای بعدی من رو دنبال کنید و سابسکرایب رو بزنید.